امروز فرانکلین تصمیم گرفت توی GTA مکانیک بشه و قرار از یه مکانیک معمولی به یه مکانیک بسیار حرفه‌ای تو شهر لس سانتوس تبدیل بشه. اما چالش‌های زیادی پیش رو داره. پس بزن بریم برای تماشای این ویدیوی باحال. خب اینم از این. بچه‌ها سلام، خوبید؟ اومدم بانک کاری داشتم اومدم انجام دادم، یعنی یکی از کارتام غیر فعال شده بود اومدم اوکیش کردم. خب چه خبر دیگه بچه‌ها؟ تعطیلات نوروز رو چطور میگذرونید؟ داخل کامنت بهم بگید. فعلا که 2 روزش گذشته. بچه‌ها این خانومه مثل اینکه ماشینش خراب شده، بریم کمکش کنیم. اوه چه دودی هم داره میکنه. خانم چی شده؟ نمیدونم آقا، داشتم میرفتم یه دفعه اینجوری شد. آها که اینطور. این احتمال زیاد رادیاتش جوش آورده. آها پس بی زحمت تعمیر کار خبر کنید بیاد درستش کنه. نه احتیاجی نیست، من خودم یکم بلدم، الان درستش میکنم. وای آقا خیلی ممنون، نمیدونم چجوری تشکر کنم، خیلی زحمت کشیدید. خواهش میکنم، کاری نکردم، یه ایراد کوچیک داشت حلش کردم. خیلی ممنون، زحمت کشیدید. بچه‌ها من یه فکری به سرم زد. من خیلی به مکانیک علاقه دارم، یعنی از بچگی علاقه خیلی شدیدی به این کار داشتم. از اون طرف یکم بلدم و به قول معروف دست به آچارم. به نظرم برم یه جایی یکم آموزش ببینم و بعدش برای خودم یه مکانیکی باز کنم. نظر شما چیه؟ اون روز رفتم مغازه اوساسخر و این قضیه رو باهاش در میون گذاشتم. اونم خیلی خوشحال شد و بهم گفت اتفاقا استعداد این کارو دارم. از همون روز مشغول شدم و به مدت 2 هفته اونجا ماشینا رو تعمیر کردم. همه چیز داشت درست پیش میرفت تا اینکه فرانکلین پسر من میخوام برم بیرون، یه کاری دارم، حواست به همه چیز باشه. باشه استاد، برو خیالت راحت، من حواسم به همه چی هست. این که فرانکلین خودمونه، بذار یکم بترسونم. آقا چیکار میکنی؟ مگه دیوانه ای؟ فرانکلین منم بابا، سیمیون ترسیدی حسابی؟ آره سیمیون تویی؟ بابا کچل ترسیدم. اینجا چی کار میکنی؟ ماشین تو آوردی تعمیر کنی؟ نه حاجی، من یه 2 هفته‌ای هست اینجا کار میکنم. جدی؟ یعنی مکانیک شدی؟ آفرین. آره دارم اینجا مکانیکی یاد میگیرم. راستی مشکل ماشینت چیه؟ ماشینم جدیدن یکم شتابش کم شده، سرعتش اومده پایین. الان برات ردیفش میکنم. فرانکلین چی شد؟ تموم نشد؟ یه کم کم داره تمام میشه. دارم این هدرزشو بعد عوض میکنم، شتابش خیلی میره بالا. خب فرانکلین دست درد نکنه. هزینه‌اش چقدر شد؟ قابل نداره سیمیون، چون آشنا هستی پول دستمزدش حساب نمیکنم، فقط پول قطعش حساب میکنم. کلا شد $100. بیا اینم $100. دستت درد نکنه فرانکلین. برم نگاه کنم ببینم چطور شد ماشینم. ایول شتابش مثل اینکه خیلی بهتر شده. آره کارشو بلده. خب فرانکلین اگه الان ایراد این ماشینو بگی میفهمم که کارتو خیلی خوب یاد گرفتی. به نظر من این سرسلندش مشکل داره، باید کلا عوض بشه. آهان آفرین درست گفتی. وای حاجی سیمیون چرا به این وضع در اومده؟ وای فرانکلین بیچارم کردی. آخه تو که این چیزی رو بلد نیستی چرا انجام میدی؟ داشتم میرفتم ترمز ماشین نگرفت و به این روز در اومدم. بابا سیمیون من که کاری به ترمزش نداشتم، فقط شتابشو برای تقویت کردم. ببین سیمیون، به کاری که فرانکلین کرده ربطی نداره. ترمز ماشینت شل بوده، کلا مشکل داشته. حدوداً 2 ماه پیش اوساسخر کار کردم و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، ولی بعدش تصمیم گرفتم برای خودم یه مکانیکی بزنم و با فروش ماشینم و یه مقدار پسنداز که داشتم تونستم یه مغازه بخرم. به بچه‌ها اولین تعمیرگاهمو خریدم. درسته خیلی شیک و با کلاس نیست، ولی خب برای شروع به نظرم کافیه. خیلی هم بچه‌ها تمیز نیست، تو حیاطش خیلی آتاشخال ریخته و اینم بهتون بگم که کلا بیرون شهره، به خاطر که قیمتش ارزون بود اینجا رو خریدم. یه سری وسایل و بالابرم گرفتم که برای کارم حتما لازمه. اینم که خانم منشی اینجا نشسته. اینجام که بچه‌ها دفترمه که وسایلامو داخلش گذاشتم و حساب کتابا رو اینجا انجام میدم. کلا تعمیرگاه خیلی بزرگی نیست، ولی خب به نظرم برای اول کار خوبه. بچه‌ها الان چند روز میگذره و من حتی یک مشتری هم توی این تعمیرگاه جدید نداشتم. حتی این خانم منشی که آورده بودم برای تعمیرگاه، چون پول نداشتم بهش بدم رفت، چون اصلا درآمدی نداشتم که بخوام به اون بدم. یعنی خودم هم هیچ درآمدی نداشتم و تا الان صفر بودم. ماشین من یکم موتورش صدا میده، میتونی شما مشکلش حل کنی؟ آره الان برات مشکلش حل میکنم. به بچه‌ها اولین مشتریمون اومد. باید ماشینشو خیلی با دقت درست کنم که هر جا رفت تعریف کارمو بکنه و مشتریام زیاد بشن. آقا دست شما درد نکنه. چقدر ماشینم خوب شد دیگه، سر صدا نمیکنه. خیلی این پسر کارش خوبه. به دوستام بگم بیان اینجا ماشینشون رو درست کنن، خیلی کارش خوبه این پسر. حدوداً 2 هفته گذشت و مشتریای من روز به روز بیشتر میشدن. اونم به خاطر این بود که برای هر کی ماشین درست میکردم میرفت و به بقیه دوست آشناهاش میگفت که کارم خوبه، اونا میومدن پیش من. به حاجی بنازم تو این 1-2 هفته چقدر مشتری برام اومد.
بچه‌ها اینا که ماشیناشون رو درست می‌کنیم میرن برای دوست و آشناهاشون تعریف می‌کنن، اونا هم میرن ماشیناشون رو میارن اینجا و کم کم سرم داره شلوغ میشه. اینقدر مشتریام زیاد شده بودن که حتی شبا هم مجبور بودم تا دیر وقت کار کنم. شنیدم فرانکلین مغازه‌ای مکانیکی باز کرده. آدرسش هم فکر کنم همینجا باید باشه. آره فکر کنم خودشه. به فرانکلین تعمیرکار باشد. سلام ترور، چطوری؟ سلام، مبارک باشه. ببین ماشین منم خرابه، نگاهی بهش بنداز بی زحمت. باشه خیالت راحت، الان برای درستش میکنم. خب اینم از موتورش اوکی شد، ظاهرش هم ترور یکم برای تغییر دادم. دست درد نکنه فرانکلین. حاجی این ماشین منه، چقدر تمیز و نو شد. خیلی کارت بیسته فرانکلین. بچه امروز یه حرکت خیلی باحالی زدم، رفتم یه ماشین خیلی خفن ولی به شدت درب و داغون با یه قیمت خیلی خیلی پایینی خریدم که در کنار کارم ماشینم بازسازی کنم، چون سود خیلی خوبی داره و میتونم پول خیلی زیادی به دست بیارم. انقدر سرم شلوغ شده بود و کار داشتم که مجبور بودم شبا تا دیر وقت کار کنم و تازه اگه وقتم اضافه می آوردم رو ماشین خودم کار میکردم. اینم از این. بچه‌ها باورتون میشه این همون ماشین درب و داغون باشه؟ حاجی دیگه دارم برای خودم یه پا اوسسخری میشم. بریم یه تستی هم ازش بگیریم ببینیم چطوریه. بچه‌ها خیلی خوب شده، حتی از اولش هم بهتر شده. خب بچه‌ها ماشین رو گذاشتم برای فروش، الانم 2 نفر اومدن دارن نگاه میکنن و یه کار دیگه ای هم که کردم این مکانیکی رو هم گذاشتم برای فروش، چون میخوام با پول فروششون و پولایی که پس انداز کردم یه تعمیرگاه خیلی بزرگتر اونم داخل شهر بگیرم. خب بچه‌ها این شما و اینم تعمیرگاه جدیدم که البته خیلی هم بزرگه و سر و ته نداره. بریم که همه قسمتاشو یکی یکی بهتون نشون بدم. خب همین اول کار بچه‌ها یه دونه کارواش خیلی کوچیک و جمع و جور داریم که اینجا ماشینا رو داخلش میشوریم. درسته که خیلی بزرگ نیست ولی خب جواب کار ما رو میده. بریم بقیه قسمت‌ها رو هم بهتون نشون بدم. اینجا 2 تا اتاق رنگ داریم چون علاوه بر مکانیکی اینجا کار کاستوم ماشینا رو هم انجام میدیم. این طرف هم کلی جک و بالابر و البته کلی هم ابزار برای تعمیر ماشینا داریم. اینجا هم که یه سری رینگ و لاستیکه که مربوط میشه به کار کاستوم ماشینا. بچه‌ها اینجا خیلی بزرگه. البته اینم بهتون بگم که من هرچی پول داشتم برای اینجا دادم و الان موجودی حسابم 0. اینجا بچه‌ها اتاق قطعاته که قطعات همه ماشینا از قدیمی بگی تا جدید داخل این اتاق هست. این طرف هم که چیز خاصی نیست، یه فضایی بازم برای تعمیر کردن ماشینا. بریم طبقه بالا رو هم بهتون نشون بدم که اونجا هم کلی جا داره. خب بچه‌ها اینجا هم ورودی طبقه بالایی که البته کلی هم آتش آشغال اینجا هست چون هنوز وقت نکردیم کامل اینجا رو مرتب بکنیم. این قسمت هم که برای پذیرش، اینجا هم که کلی آتش آشغال هنوز وقت نکردم ببرم. بریم بالا رو هم بهتون نشون بدم که کلی هم اتاق اونجا داره. اینجا هم بچه‌ها طبقه بالاشی که تقریبا حالت اداری داره. از این بالا هم راحت میشه محیط تعمیرگاه دید. اینجا هم که یه سری اتاق برای کارمندا و خلاصه کارهای اداری. اینجا هم که اتاق اصلی داش احسانه که وسایل خودم آوردم اینجا. این گاو صندوق هم بچه‌ها می‌بینید هیچی توش نیست، یعنی الان بازش کنی توش تار عنکبوت بسته. این طرف هم بچه‌ها چیز خاصی نیست، یه سری اتاقه و این سمت هم برای غذاخوری کارمندا و پرسنله. بچه‌ها دیگه کم کم کارو شروع کردیم. یه شاگردم آوردم، البته ببینید کی ماشینش آورده اینجا برای تعمیر. داداشم مایکل باشد. یا تعمیرکار ماشینای فرمول 1 باشد. فرانکلین خوب درستش کنی ها. خیال تخت خواب فنری بعد درست میکنم از روز اولش هم بهتر شه. 2 هفته بعد خب دیگه بچه‌ها کار افتاده رو روال و ماشینا دارن تعدادشون زیاد میشه. به خاطر همینم چند تا شاگرد ماهر گرفتم و فقط روی کارشون نظارت میکنم. خانم ماشی دیگه ماشین جدید پذیرش نکنید، اصلا دیگه نمیرسیم انجامشون بدیم. بله چشم آقای فرانکلین. ممنونم. بچه‌ها اینقدر سرمون شلوغ شده اصلا وقت نمی‌کنیم ماشین جدید تحویل بگیریم. فرانکلین بالاخره نگفتی ماشینای نمایشگاه چند تاشون خرابن، کی بیارم تعمیرشون کنی؟ ای بابا سیمیون تو که اینجایی هنوز؟ بابا سیمیون بهت که گفتم وقت ندارم، باید 3 ماه دیگه بیای. خب 3 ماه دیگه خیلی دیره، ما با هم دوستیم فرانکلین، یه جوری بر من زودتر انجام بده. بابا سیمیون مگه نمیبینی کلی ماشین گرون قیمت اومده که اینا رو باید درست کنیم؟ اینا همشون برای آدمای معروف و کله گنده شهره. میدونم فرانکلین کارت خوبه، سرت شلوغه، ولی خب برای منم درست کن دیگه. بابا آخه چیکار کنم؟ مثلا این لیموزینا میبینی برای رئیس جمهوره. این ماشین چقدر یه کار داره؟ ببین رئیس جمهور فردا میخواد بره سخنرانی، لازمش داره. بله اون صدای کارش تموم میشه دیگه، تقریبا داره تموم میشه. باشه پس سریعتر انجامش بده. اوه بچه‌ها اینا هم مونده، باید کاستومشون کنیم.
بچه‌ها اینم بود از ویدیوی امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. برای حمایت از من حتما ویدیو رو لایک کنید و داخل کامنت ها هم بهم بگید شغل بعدی که دوست دارید انجام بدم چی باشه. دوستتون دارم خیلی زیاد. ویدیوی بعدی میبینمتون.